سلام دوستان، با تحلیل اونس جهانی طلا با شما همراهیم. خیلی سریع میخوام برم سر اصل مطلب، نمیخوام خیلی ویدیو طولانی بشه. اونس جهانی طلا ما دو تا مووینگ انداختیم روش. مووینگ اولی مووینگ قرمز مووینگ 21 و مووینگ آبی رنگ مووینگ 8. ببینید زمانایی که قیمت داره حرکت میکنه که روند صعودی، قیمت زیر مووینگ 8 نمیاد. میبینید یعنی بعضی مواقع هم که قیمت افت کرده و این با برخورد به مووینگ 8 دوباره رشدش رو ادامه داده و حرکت کرد. حالا زمانایی که قیمت میخواد افت کنه اینجا بهتر مشخص. قیمت حرکت کرده، خب هم اینجا هم اینجاها، خصوصا اینجا قیمت حرکت کرده، یه اصلاح میخواد بزنه، با رسیدن به مووینگ 21 دوباره رشدش رو ادامه داده، دوباره به همین شکل اینجا. حالا چه زمانی ما میبینیم که قیمت اونس جهانی طلا یک افت شدیدی کرده؟ زمانی که قیمت بیاد زیر مووینگ 21 تثبیت بشه. ببینید قیمت اینجا و اینجا اومده کامل زیر مووینگ 21 و به مووینگ 21 احترام نذاشته. به همین خاطر دوباره اینجا ما به همین شکل رو داریم. قیمت اینجاها وقتی که مووینگ 21 رو شکسته دیگه همینجور نزول کرده قیمت. خب اینجا ما یه همینطور چیزی میتونیم در نظر بگیریم برای اونس جهانی طلا. فعلا اونس جهانی طلا بالای مووینگ 8 قرار داره و اصلا به مووینگ 21 نزدیک نشده. اما زمانی ما میتونیم بگیم که اونس جهانی طلا وارد یک روند نزولی حالا نسبتاً طولانی خواهد شد که مووینگ 21 رو به سمت پایین بشکنه. مثل اینجا ببینید اینجا زمانی که قیمت مووینگ 21 رو به سمت پایین شکست چه مقدار داخل اصلاح بود، یعنی مدت طولانی داخل اصلاح بود. دوباره اینجا ما به همین شکل ما یه تارگت برای اونس جهانی طلا در نظر گرفتیم، تارگت $3000 و $3100. البته بلند مدت تر هم هست، $3200 هم ما میتونیم ببینیم در بلند مدت. ولی فعلا اولین تارگتی که ما برای اونس جهانی طلا میتونیم در نظر بگیریم عدد $3000. ببینید قیمت اونس یه رشد قوی داشته. آخرین باری که من اونس جهانی طلا رو تحلیل کردم قیمت حدودا اینجاها بود، به نظرم 2700 خورده بود، دقیق یادم نمیاد. گفتم که قیمت رشد میکنه و میره بالا و همین اتفاق هم افتاد. قیمت رشد کرد، حرکت کرد و داره همچنان سقف میزنه و رکورد شکنی میکنه. قیمت اینجا تونسته توی عدد 2900 و حدودا 55 2954 یک سقفی رو بسازه فعلا. اما بلافاصله بعد از اینکه رسید به این قیمت دچار کاهش قیمت شد. من یکم تایم فریم رو بیارم پایینتر بهتر بتونیم اینو ببینیم. ببینید قیمت این اتفاق افتاد واسش، حرکت کرد رفت یه سقف رو زد 2954، بعد دچار کاهش شد. باید بگم که اگر قیمت بتونه این سقف رو به سمت بالا بشکنه، اینو قرمز رنگم میکنم، اگه قیمت بتونه این سقف رو به سمت بالا بشکنه، یعنی عدد 2954 رو به سمت بالا بشکنه و این بالا تثبیت بشه، نه که یه شادو بزنه و بیاد پایین، نه، قیمت این بالا تثبیت بشه، ما راحت میتونیم عدد $3000 رو ببینیم. اما اگر قیمت نتونه این سقف رو بزنه، ما باید شاهد کاهش قیمت اونس جهانی طلا باشیم و اونس جهانی طلا خیلی راحت میتونه در وهله اول تا 2000 رو بذارید من قشنگ براتون نشون بدم، در وهله اول میتونه تا اینجا کاهش پیدا کنه، تا این ناحیه. اینا من سبز رنگش کنم بهتر. در وهله اول میتونه تا این ناحیه کاهش پیدا کنه، یعنی بین 2900 الی $2875 کاهش پیدا بکنه و در نوبت‌های بعد هم میتونه تا اینجا کاهش پیدا بکنه دیگه، حدوداً 2860 تا این پایین حدوداً 2830. یعنی کاهش قیمت طلا خیلی زیاد نمیتونه باشه. فعلا تقاضا قدرت بیشتری داره و همونطور که دارم میگم قیمت فعلا بالاست، قیمت فعلا بالای مووینگ 8 و تا زمانی که قیمت نتونه مووینگ 21 رو به سمت پایین بشکنه، ما همچنان نظرمون روی صعود اونس جهانی طلاست. ولی چیزی که داریم فعلا مشاهده میکنیم، قیمت اونس جهانی طلا یه مقداری رشدش ضعیف شده. با نزدیک شدن به عدد $3000 اونس جهانی طلا یه مقدار رشدش ضعیف شده. ببینید حرکتی که ما داشتیم قبلا میدیدیم الان یه چند صباحیه که توی این ناحیه داره حرکت میکنه، یه حالت اندینگ دیاگونالی داره ایجاد میکنه. اگر قیمت بتونه به سمت پایین حرکت کنه، و اینا رو بشکنه، گفتیم که
دیگه نهایتا میتونه تا این پایین حدودا 2830 840 850 حدودا دیگه نهایتا کاهش قیمت رو تجربه کنه، یعنی حدودا تا این ناحیه قیمت میتونه تا این ناحیه کاهش پیدا بکنه. این در حالتیه که چه اتفاقی بیفته؟ در حالتی که مووینگ 21 بشکنه، مگه اینکه حالا مووینگ 21 همینجا قرار گرفته باشه. حالا من چون یه مقدار این مووینگ 21 فاصله داره، به همین خاطر این گپ رو باید پر کنه دیگه. البته نه، اگه ما بخوایم مووینگ 21 رو در نظر بگیریم، قیمت احتمالاً توی همون رنج 2870 اینا قرار بگیره، چون مووینگ بالاتر از 2840. پس فعلا قیمت یه مقداری داره ضعیف حرکت میکنه. اگه قیمت نتونه ناحیه 2954 رو به سمت بالا بشکنه، با کاهش مواجه میشه. اما اگه قیمت بتونه خیلی راحت این ناحیه رو بشکنه، ما میتونیم شاهد تارگت بالاتری از اونس جهانی طلا باشیم. پس تحلیل ما اینه، فعلا اونس جهانی طلا با نزدیک شدن به عدد $3000 یه مقداری داره رشدش ضعیف میشه و این خودش یه مقدار احتمال داده میشه که باعث کاهش قیمت بشه در اونس جهانی طلا و سپس ما شاهد یک رشد باشیم تا حدوداً 3100. چون ببینید قیمت یه تیکه نمیتونه حرکت کنه. معمولا قیمت ها اگه بخوان انرژی کسب کنن برای رشد، باید یه اصلاح هایی رو درون خودشون به وجود بیارن. الان شما ببین، من اونس جهانی طلا چندین ساله که داره توی این کانال حرکت میکنه، حدودا از اکتبر 2023 که کف این کانال رو ما به دست آوردیم، همینجور داره قیمت نوسان میکنه تا الان. قیمت هر بار که داره یه سقف میزنه، دوباره یک ریزشی هم داشته، دوباره یه سقف، یه کاهش، یه سقف، یه کاهش و الان هم داره یه سقف دیگه میزنه. اگر قیمت این کاهش ها رو تجربه نمی کرد، انرژی کسب نمی کرد که بتونه خیلی راحت از $1800 برسه به حدوداً $3000. یعنی از اکتبر 2023 تا الان اونس جهانی طلا فعلا 63% رشد کرد. اما در لابلای این رشد ها کاهش هایی هم داشته. مثلا اینجا ما شاهد یک کاهش 7% بودیم، دوباره در این ناحیه به همین شکل یک کاهش دوباره 7% در ریزش های بزرگ، دوباره اینجا یک کاهش 9% رو تجربه کردیم. قیمت برای اینکه بخواد رشد کنه، باید یه مقداری اصلاح بکنه. قیمت اگه اینجاها اصلاح نکنه، نمیتونه تارگت 3100 3200 رو به این راحتی ببینه، یه مقدار زمان میبره. اما اگر ما شاهد اصلاح قیمت باشیم و قیمت یه مقدار اینجا کاهش پیدا بکنه، میبینید خیلی راحت مسیر هموار میشه برای رسیدن به $3100 یا $3200. فعلا تحلیل کوتاه مدتی که من از اونس جهانی طلا دارم اینه که یه مقداری روند رشدش ضعیف شده و احتمال کاهش قیمت ما میدیم در اونس جهانی طلا از دید تحلیل تکنیکال. اینکه دونالد ترامپ هم اومده با پوتین میخواد دیدار بکنه و حالا نمایندگان آمریکا و روسیه هم که در عربستان رفتن با هم دیدار کردن، اینها سیگنال های مثبتی میده مبنی بر اینکه سطح تنش در دنیا داره کاهش پیدا میکنه. هرچند نیروهای آمریکایی فعلا مثل که قصد دارن از کشور کوزو خارج بشن و کشور کوزو هم کشوریه که اکثرشون سرب هستن، سرب تبار هستن، سربستانی هستن و احتمال داره که با خارج شدن نیروهای آمریکا از کوزو شاهد تنش‌هایی در کوزو باشیم. به همین خاطر اون سطح تنش هم در آینده وجود خواهد داشت و چون تنش‌های مختلفی رو ما در دنیا داریم، اعتقاد ما اینه که اونس جهانی طلا همچنان صعودیه. ولی خب دیدید که از سال 2023، از اکتبر 2023 تا الان ما شاهد یک روند صعودی بودیم، ولی در لابلای این صعودها یک کاهش قیمت‌هایی هم داشتیم. یعنی قیمت رشد می‌کرده، دوباره یک استراحتی می‌کرده، آماده می‌شده برای رشد بعد، دوباره یک استراحت و رشد بعد. اینجا هم دوباره ما یک استراحت داشتیم و رشد بعد. اگه این مقدار قیمت اینجاها استراحت بکنه خیلی خوبه. یعنی طلای توی کشور ما هم یه مقداری استراحت می‌کنه و ما هم از لحاظ جو روانی که توی ذهنمون ایجاد شده یه مقداری جو روانیمون تعدیل میشه و راحت‌تر میتونیم قیمت طلای مثلا 7 میلیون تومانی یا 6 میلیون و 500 هزار تومانی رو بپذیریم. الان واقعا نرخ طلا توی کشور ما شدیداً افزایش پیدا کرده و عجیب و غریبه این افزایش قیمت ها. حالا من نمیخوام توی این ویدیو طلای ایران و دلار رو تحلیل کنم، من فعلا فقط دارم به پارامتر اونس جهانی طلا میپردازم و احساس میکنم یه مقداری اینجاها امکان داره با کاهش قیمت مواجه بشیم، چون که قیمت یه روند صعودی داشته اما اینجا شاهد
تضعیف روند هستیم. در این ناحیه ما شاهد تضعیف روند هستیم و گفتم که در صورتی ما میتونیم بگیم که قیمت میخواد رشد کنه که قیمت بیاد و این ناحیه یعنی ناحیه 2954 رو براتون بنویسم، قیمت بیاد ناحیه 2954 رو به سمت بالا اگه بشکنه ما شاهد طلای $3000 و حتی طلای $3100 خواهیم بود. البته چون این کانالی که من اینجا رسم کردم یک کانال بسیار بسیار معتبره، به همین خاطر یه مقداری احتمال داره اینجاها با برخورد به سقف کانال ما شاهد کاهش قیمت باشیم و از رشد فزاینده طلا جلوگیری کنه، همونطوری که در گذشته همین اتفاق براش افتاده. یعنی یک بار ما در این ناحیه شاهد کاهش قیمت بودیم، یک بارم در این ناحیه شاهد کاهش قیمت بودیم، کما اینکه میدلاین کانال هم جلوگیری کرده از ریزش و کانال فوق العاده معتبریه. قیمت هم الان به سقف کانال بسیار بسیار نزدیک شده. من الان یه مقدار اینجا شلوغ براتون خلوتش کنم. قیمت الان به سقف کانال خیلی نزدیک شده و احتمال اصلاح و کاهش قیمت توی اونس جهانی طلا وجود داره و خودمون احتمال میدیم که اونس اصلاحی درش دیده بشه. اما اینکه میگم که فضای جنگی که توی دنیا وجود داشته مقداری داره این فضا سطح تنش‌هاش کاهش پیدا میکنه و هر چه سطح تنش‌ها کاهش پیدا بکنه اونس جهانی طلا هم جذابیتش کمتر میشه. دونالد ترامپ و ایلان ماسک هم که شدیداً دارن دولت آمریکا رو کوچیک میکنن که کسری بودجه آمریکا به حداقل برسه و تورم آمریکایی مقدار کاهش پیدا بکنه، اما ما توی کشورهای دیگه مثل انگلستان شاهد تورم خواهیم بود و خصوصا اتحادیه اروپا، چون که دونالد ترامپ گفته که میخواد از ناتو خارج بشه و اتحادیه اروپا باید خودش به فکر تامین امنیت خودش باشه و همین خبر باعث میشه که ما تحلیلمون بره به این سمت که اتحادیه اروپا قراره که یک هزینه‌ای بکنه در بخش نظامی، یعنی هزینه‌هاش داره افزایش پیدا میکنه و همین که هزینه‌های اتحادیه اروپا داره افزایش پیدا میکنه ما احتمال داره که شاهد یک تورمی در اتحادیه اروپا باشیم که همچنان این تورم در اتحادیه اروپا باعث میشه که طلا برای کل دنیا جذاب باشه. پس فعلا دید بلند مدت ما از اونس جهانی طلا اینه که سعودیه و خودم من اعتقاد دارم که طلای $3200، $3100 و $3000 رو در سال 2025 خواهیم دید. اما در کوتاه مدت این ناحیه مقدار اونس جهانی طلا دچار ضعف شده و باید ببینیم چی کار میخواد بکنه. آیا میتونه این سقفی که اینجا زده رو به سمت بالا بشکنه یا نه؟ چون اینجا یک سقف مینوره و این سقف مینور رو ما باید ببینیم میتونه بشکنه یا نمیتونه بشکنه. در صورتی که نتونه این سقف مینور رو بشکنه، در وهله اول میتونه تا $2880 کاهش پیدا بکنه و در وهله دوم میتونه حدودا تا 2865 یا 2850 دچار کاهش بشه. دیگه اگه خیلی بخواد کاهش پیدا بکنه میشه حدودا ناحیه 2840 تا $2800 که احتمال داره برسه به میدلاین کانال و اون مووینگ 21 هم که ما خدمتتون عرض کردیم رو به سمت پایین بشکنه. احتمال داره چنین اتفاقی بیفته. خیلی ممنون از اینکه وقت گذاشتید و این ویدیو رو دیدید. حتما این ویدیو رو برای همه دوستان همراهانتون ارسال بکنید. یا حق.